وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صدمه پرسر و صدای روز 8 ینور در نزد بازار کاروان را شرح داد. وزارت گفت راننده اتوبوس به سبب استعمال برزیات داروی برالگین از تاثیر این دارو از هوش رفته در سه بازار کاروان یک باره به 4 ماشین برخورده و یک جوانزن 27 ساله را که از ماشین میفرامد پخش کرده است. شبنم حسنوف زیر چرخ اتوبوس مانده متاسفانه جان باخته است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 8 ینور سال 2022 تخمینا ساعت‌های 12:35 راننده اتوبوس تمغه اکیا علامت قید دولتیش 9973 ت 00 که به شرکت اتوبوس یک تعلق دارد میردانوف شورت اسداللهویچ سال تولدش 1991 استقامت کننده نویه ورزاب که در خط سیر رقم 18 شهر دوشنبه به مسافرکشانی مشغول می باشد هنگام حرکت با کوچه قاسمیوف پایتخت از طرف کوچه فردوسی به سمت کوچه نعمت قربایف در وقت وارد شدن به سه راه بازار کاروان با سبب استعمال برزیات داروواری برالگین پیش از حرکت کردنش از تاثیر این داروواری از هوش رفته از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده است. سپس اتوبوس به اتوماشین تمغه خوندای سالیاریس رقم قید دولتیش 8711 ت 05 تحت اداره راننده لطفالله بیروز برخورده بعداً به اتوماشین تمغه اوپل ویکتور رقم قید دولتیش 0644 B01 تحت اداره راننده کلوکوف امرالله برخورده باز حرکتش را دوام داده به اتوماشین تمغه تایوتا پرادو رقم قید دولتیش 6868 OD01 تحت اداره راننده سعید افرایم برخورده است. اتوبوس بعد این هم باز حرکتش را دوام داده به اتوماشین تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 2111 XT 01 تحت اداره راننده ایسویف دلشد که این اتوماشین ها برای خود حرکت داشتند برخورده است. در این وقت مسافر اوپل حسنوف شبنم نگمتوونا سال تولدش 1995 ساکن شهر دوشنبه که در قسمت پیش اتوماشین در جای مسافر نشسته بود خواهش فرآمدن کرده از سبب برخورد به این ماشین هنگام فرآمدن زیر چرخ طرف چپ اتوبوس مذکور مانده متاسفانه به هلاکت رسیده است. اتوبوس ذکر شده تنها بعد به اتوماشین تمغه اشکودا برخوردنش از حرکت باز مانده است. دیگر اشتراکچیان حادثه مذکور جراحات جسمانی نبرداشتند. وزارت کارهای داخلی گفت از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.